سلام عرض کردیم. خوب و خوش و سلامت هستیم؟ الحمدلله الحمدلله. آقا از وقتی که این زهر عظماکش وارد خون سیدعلی گدا شد، همه اتباع عمامه‌دار و بی عمامه نظام دارن خودشونو به در و دیوار میکوبن که یه دوایی، پادزهری، چیزی واسه عظمای رو به موت پیدا کنن. و حالا این شما و این جدیدترین داروی ضد زهر برای عظمای زهر خورده داعش. ما قرار شما رو با گروه تروریستی داعش نیز با خده‌ای مواضع داعش در استانهای صلاح الدین، جنگجویان داعش، گروه داعش در عراق به داعش اعلام کردند که داعش را بله، خلاصه کلام این که عظما میشینه، پا میشه، میچرخه، پوکی به باپور میزنه و میگه داعش 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 داعش. آش داعش قلمکار عظما به قدری شور شده که رسانه های خودشم واسهش دست گرفتن و هر 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 کر 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 به ریش عظما میخندن. مثلا سایت ایستا که دمش به دم شیخ پری وصله، یه داروخونه با انواع و اقسام داروهای داعشی واسه سیدعلی گدا ردیف کرده. یه تیکشو ملاحظه کنید. اگر فکر میکنید داعش مصرف داخلی ندارد، سخت در اشتباه هستید. برخی رسانه ها هفته پیش داعش را نه فقط تا 50 کیلومتری ایران بلکه تا قصر شیرین هم آوردند. یعنی برای ایجاد دلواپسی در کشور وسیله مهم نیست، هدف مهم است، حتی اگر وسیله داعش باشد. اما برخی از موارد استفاده از داعش به صورت تزریقی و خوراکی و مالشی. هر 12 ساعت یک بار به صورت آمپول شایعه و رسیدن داعش به فلان کیلومتری ایران در مذاکرات هسته‌ای اخلال ایجاد می کند. هر 8 ساعت یک بار به صورت کپسول شایعه ورود داعش به ایران باعث می شود مردم پرونده میمره را فراموش کنند. هر نیم ساعت یک بار به صورت قرص جوشان شایعه سقوط عراق استرس در جامعه ایجاد می کند تا جامعه بداند اگر ما نرفتیم مسابقات را از نزدیک ببینیم، لذا نمیگذاریم شما هم با خیال راحت در خانه ببینید. حالا سوال اینجاست که آقا جون، زهر خوردی درست، اما آخه این چه درد بی درمونیه که هم داعش مالشی میخوای، هم داعش خوراکی، هم قطره‌ای، هم تزریقی. بنده موشکافم دکترم ها، درد و بالا بیاد، شاید یه نسخه چیزی پیچیدم واسط. یکی از مواردی که الان باز هویدا شده و دروغ اینها رو نشون میده مسئله منافقین هست. منافقین در ایران چقدر ترور کردن، چند هزار نفر رو از بین بردن، به شهادت رسوندن. اما شما الان میبینید اتحادیه اروپا میگه اینها گروه ترور نیستن، اینها لیست سیاه در بود. آمریکایی‌ها هم همین کار کردن. وقتی بهشون اعتراض کردیم میگفتن نه، اینها الان میگن ما دیگه دست به ترور نمیزنیم. حالا جالب هست در همین چند روز به همین گروه داعش گفتن ما از شما حمایت میکنیم. آها که اینطور. تازه این زردنبو رأس اصلی لاریجانی هست، یعنی خانداداششونه، خبر مرگش عقل کلشونه. ببین سوزش زخمای خودش و بسیجیای وارفتش از اون لیست پاره پاره چه به روزش آورده که بعد از 1 سال جلز و ولز تا خبر داعشو شنیده یهو گفته دینگ دینگ عجب آمپول مسکنی. بعدم سرزرد زده تو رگ خودش و عضله ریزشیای ترسوی نظام. معلومه این ایسنای فلک زده برای یه بارم که شده تو عمرش زده به خال، یعنی درد بیدرمون عظما رو درست تشخیص داده. آخه قبل از لاریجانی خود ولی فقیه بود که سر قبر امامش داد زد که آی سوختم، وای سوختم، آتش نشانی خبر کن. امروز منافقین در آغوش آمریکا قرار دارند، در جلسات گوناگون در
کمیسیون‌های کنگره آمریکا شرکت میکنن. همین عناصر منافق، همینایی که در اینجا آحاد مردم رو کشتن، بزرگان رو کشتن، علما رو کشتن، دانشمندان رو کشتن، سیاسیون رو کشتند و انفجارات به وجود آوردن، امروز اونجا با اونها هستن. یکی از راه‌ها هم این است. اوه نگو که هرچی بیشتر میگی بوی اون جیگر کباب شده بیشتر بلند میشه. اما خدا وکیلی تو عمرم بیمار مثل این یارو علی گدا ندیده بودم. دکتر رو تو دردسر نمیندازه، خودش هوا رو میزنه کنار، جای زخمای عمیق رو نشون میده، دردشم بالا میاره، جیغ و دادشم همچی به حالت عربده‌وار سر میده. زخم دیگه عمیقه، درد داره. اینها ملاحظه کنید. شیوه عملیات داعش بی‌شباهت به اقدام سال 67 مجاهدین نیست که از مرز عراق تا اسلام آباد را فقط با تانک‌های برزیلی روی جاده می‌تاختند و بر اساس وعده‌های رجوی با همان سرعت قرار بود تا تهران پیش بروند. تاریخ بسیار عبرت‌آموز است و البته چه بسا که این گروهک ورشکسته هم اهداف پلید خویش را همراه با گروه‌هایی مثل داعش به پیش ببرد. در ضمن باید از این حادثه درس گرفت. خطر از بین نرفته و حوادث طراحی شده همچنان در راه هستند. هر گونه غافلگیری در موردی مشابه می‌تواند آثار جبران ناپذیری داشته باشد. ساعت خواب، آثار جبران ناپذیر انقلاب عراق از در و دیوار داره میریزه. بعد این یارو تازه داره هشدار میده که مبادا غافلگیر شی. بابا کار ولی فقیه از آمپول و پماد مالشی و کپسول داعشی گذشته. برانکارد بیارید، سیدعلی رو یه راست ببرید تو CCU. ولی فقیه تلس شکسته و زخم خورده که بود، حالا سکته ناقصم زد، اینم لغوش. تروریست چون تروریست ببیند خوشش آید. از زمان شروع حملات تروریستی گروه داعش در عراق، شبکه تلویزیونی منافقین با ذوق زدگی زیادی اقدام به تبلیغ تروریست های داعشی کرده. تلویزیون منسوب منافقین با جعل خبر به نفع تروریست های داعشی سعی میکنه در حمایت از اونها چیزی کم نذاره. منافقین قبل از این هم ارتباطات نزدیکی با تروریست‌های سوری داشتند. سرکرده منافقین در دیداری که اخیراً با یکی از سران گروه‌های تروریستی سوریه داشته، قول همراهی و همکاری همه جانبه به اونها داده بود. تو این مخمسه‌ای که از یه طرف درد دشمنای نظام گلوی عظما رو گرفته، از اون طرف سوزش سوری دادش در آورده، از یه طرف دیگه زخم عراقی آسیش کرده، یه دکتر ریزشی هم پیدا شده که یه نسخه جام زهری واسه عظما پیچیده. تو این یکی نسخه هم پماد سوختگی داعش هست، اما دوزش کمتره. مسئله مهم ما امروز داعش نیست، بلکه مسئله مهم این است که چگونه است که در عرض کمتر از 3 ساعت دروازه های 3 ایالت مهم عراق توسط مردم به روی داعش گشوده می شود. مسئله مهم این است که ما چه کرده ایم که مردم دروازه هایشان را به روی گروه تروریستی داعش باز کردند. اینها همه نتیجه بی‌توجهی به انگیزه های مردم و حقوق به رسمیت شناخته گروه های متکثر جامعه است. چه کرده اید؟ تازه یادت اومده که بپرسید چه کرده اید؟ یکی دیگه خیلی هفخط تشریف داره، میخواد پماد داعش رو به حقوق جامعه و انبار باروت هم بماله. نه اصغری، اینجا دیگه بحث داعش نیست، بحث مالش هم نیست، بحث داییشه. آره، همون دایی روح الله تو میگم، همام گور به گوری تو میگم که این نظام وامونده رو واسه شما به ارث گذاشت. مسئله مهمم دروازه ها و داعش و چه کرده ایم و این حرفا نیست. مسئله مهم طوفانیه که داره میاد و صدای گرم گرم بهش زیر دل عزبا رو همچی هری خالی کرده. مسئله مهم هوا و عمامه و لنگ و چفیه که داره برباد میره.
همومی ای همومی ابا امامم رو بردن همومی ای همومی ابا امامم رو بردن ابا امامم جهنم کش بیجامم رو بردن همومی ای همومی ابا امامم رو بردن ابا امامه و کش بیجامم جهنم هسته و اتم رو بردن همومی ای همومی ابا امامم رو بردن ابا امامه و کش بیجامه و هسته اتم جهنم کارت بسیجم رو بردن همومی ای همومی ابا امامم رو بردن ابا امامه و کش بیجامه و هسته اتم و کارت بسیجم جهنم لنگ و چفیم رو بردن همومی ای همومی ابا امامم رو بردن ابا امامه و کش بیجامه و هسته اتم و کارت بسیجم و لنگ و چفیم جهنم منقل و زغال رو بردن همومی ای همومی ابا امامم رو بردن